دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و تا اینجای امروز رو خیلی خوب سپری کرده باشید و در ادامه هم لحظات خوبی رو تجربه بکنید. امروز قراره راجع به اون مسیر کوچینگ و چرایی کوچینگ و تعاریف کوچینگ صحبت بکنیم که نقشه راهی بدیم برای کسانی که ممکنه تو فضای کوچینگ علاقه داشته باشن کار کنن، ادامه بدن یا رو توسعه فردی خودشون کار بکنن. اولین سوالی که به وجود میاد، آقا این کوچینگ که میگی یعنی چی؟ یه ذره راجع به کوچینگ حرف بزن، توضیح بده ماجرا چیه. از تعریف ساده شروع میکنم. یکی از مهمترین تعریف ها اینه که کوچینگ کمک میکنه یه آدم بهترین خودش باشه. تعریف بعدی که میتونه کمک بکنه اینه که یه کوچ وقتی کنار یه مراجع قرار میگیره، با سوالاتی که این پرسه، با شیوه هایی که در واقع میتونه اون فرد رو به فکر کردن وادار کنه یا خلاقیتش رو بهبود بده، کمک میکنه که توی رشد فردیش و توی کسب و کارش خیلی بهتر از قبل بشه. یه نکته دیگه ای که خیلی از اساتید میگن تو میتونی ولی تنها نمیتونی. یه کوچ یکی از کارهایی که میکنه تو هر حرکتی که داری میکنی کمکت میکنه که موانعت رو ببینی و جاهایی که میتونی ازشون حمایت دریافت کنی، کمک دریافت کنی رو کمک کنه پیدا کنی و ببینی. یکی دیگه از کارهایی که کوچ میکنه اینه که و تو فضایی که همه دنبال ایراد گرفتن از تو هستن و دائما نقاط ضعفت رو تو سرت میکوبن، نقاط قوتت رو ببینه و بهت کمک بکنه رو اون نقاط قوت رشد بکنی. من خودم همیشه کوچینگ رو با داستان شمس و مولانا تعریف میکنم، جایی که وقتی مولانا حد اکثر خودش رو رسیده بود، سلطان العلماء بود، مجالس وعظ خیلی در واقع شلوغی داشت، شمس اومد کنارش و با سوال و بازخورد کمکش کرد که به حد اکثر پتانسیل هاش برسه. سوال قدرتمندش اونجایی بود که توی دیدارشون میپرسه که تو کتاب‌های پدرتو خیلی خوب خوندی، نه یک بار بلکه 1000 بار، روی فقه، روی دین مسلطی، مجالس خیلی عالی هم داری برگزار میکنی، اما به هم بگو خودت چی داری بگی یا تو کی هستی. و بعد اون بازخوردهای قدرتمندش که مولانا نمونه هایش رو تو اون شعر مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، تمام اون جملات در واقع ابیات یا مصرعی که با گفت شروع میشه بازخورده. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. و با این مدلی که شروع کرد با مولانا کار کردن، در واقع کسی که تو باورهای محدود کنندش شعر و شاعری رو کار سخیفی میدونست، رقص و موسیقی براش حرام بود، کاری کرد که تو بازار مسکرا وقتی داره راه میره با خوردن صدای چکش روی مس به سما در میومد و شعر میگفت. و اگه فقط مولانا همون سلطان العلماء مفتی بزرگ شهر قونیه میمون، الان مثل تمام سلطان العلماء و مفتی های اعظم شهر قونیه فراموش شده بود. اما با حرکتی که انجام شد، الان در سراسر دنیا مولانا رو میشناسن، تفکرش، ایده‌هاش، اشعارش در تمام در واقع دنیا جریان داره. این اون چیزیه که به عنوان کوچ باید بدونی. خب این تعاریف کوچینگ بود. کوچینگ به درد کی میخوره؟ اگه دوست داری به دیگران کمک بکنی، اگه برات مهمه افرادی که کنارتن رشد بکنن، حالا این رشد میتونه بچه هات باشه، میتونه همسرت باشه، میتونه اعضای خانوادت باشه، میتونه گروه دوستات باشه، میتونه کارمندات باشه، همکارات باشه. کوچینگ جاییه که تو میتونی رشد درست رو صورت بدی. چرا میگم رشد درست؟ به خاطر اینکه دوران ریش سفیدی، دوران این که من دائما بخوام راه حل بدم تموم شده. راه حل های من دیگه برای هر کسی جواب نمیده. من باید کمک کنم خود اون فرد راه حل های متناسب با خودش رو پیدا بکنه. این آپشنیه که حتی الان برای هوش مصنوعی هم قفله. یعنی درسته که میتونه کمک بکنه، ولی اون داره باز به سوالات تو جواب میده.
خیلی کم پیش میاد مگر اینکه روی پرامپت ها مسلط باشی که کاری کنی هوش مصنوعی صورت کوچ رفتار بکنه، ولی همچنان نمیتونه تمام ابعاد رو کنارت ببینه. اینکه تو حواست به تک تک المان‌های مراجع باشه، زمانی که داره حرف میزنه، تون صداش، لحنش، میمیک صورتش، زبان بدنش و هر آنچه تو به عنوان یک انسان درون خودت اتفاق میفته همه رو بشنوی و با آنچه که میگوید محتوای کلامش ادغام بکنی و بعد این رو اسمش رو بدم شنیدن، چیزیه که تو کوچینگ یادش میگیری. ما تو فضای کوچینگ هدفمون توانمند کردن آدم هاست و راه حل دادن به آدم ها فقط اونها رو وابسته و وابسته تر میکنه و باعث میشه رشد نکنن. ما داریم به جای این که با یک راه حل به اون آدم ماهی بدیم، با شیوه درست فکر کردن، خلاق شدن، تأمل کردن بهش ماهیگیری یاد میدیم. داریم بهش کمک میکنیم هر بار به مسئله مثل این خورد بتونه خودش به صورت درست تصمیم گرفتن، از زوایای دیگه دیدن، باورها و خطاهای شناختی و هر آنچه که مانع رشدش میشه رو دیدن، اون مسیر رشد رو طی بکنه. توی کوچینگ فقط روی اون اهدافی که فرد تمرکز داره کار نمی کنیم، دنبال اون واتش نیستیم، دنبال هو هم هستیم، اینکه اون آدم کیه و چه رشدی رو باید تجربه بکنه. ما دنبال این نیستیم فقط مسئلهش حل بشه، دنبال این هستیم که چگونه میتونیم کمکش بکنیم که بزرگتر بشه تا مسائل شبیه این رو راحت‌تر حل بکنه. جایی که رو ارزش‌هاش وای میسیم، اون اولویت ارزش‌هاش رو شفاف میکنیم. روی باورهاش وای میستیم و کمک میکنیم باورهای محدود کنندش در هر حوزه رو ببینه و اون باورها رو با باورهای جدیدی جایگزین کنه. روی روایتش وای میستیم، روی اون نوع نگاه و توضیحی که راجع به هر ماجرایی میده کمکش میکنیم اون روایتی که ممکنه تو ذهنش شکل گرفته باشه رو واقعی کنه و با ادراک درست مسیر رو ببینه. اینجا جاییه که شما میتونید تو فضای کوچینگ اون رشد رو تجربه کنی. پس اگه کسی هستی که قصد داری به صورت درست به دیگران کمک بکنی، کوچینگ جاییه که میتونی توش اون فضای درست کمک کردن رو یاد بگیری. کوچینگ به درد کیا میخوره؟ این سوال بعدیه که از آن میپرسن. اگه مدیری و برات مهمه کمک بکنی پرسنل درست رشد بکنن، دوره کوچینگ بهت کمک میکنه. حالا دوره کوچینگ به صورت کاملم نه، دوره مدیر در نقش کوچ خیلی بهت کمک میکنه. حداقل اینکه الگوهای چالش و حمایت و شیوه های انگیزه دادن رو یاد میگیری و تجربه میکنی. اگه معلمی برات مهمه دانشجوهات فقط از درس ها رو یاد نگیرن، کنار تو رشد انسانی در واقع بکنن، باز کوچینگ به کارت میاد. اگه پدر مادری و برات مهمه بچت علاوه بر این که کنار تو داره زندگی میکنه، مراتب اون ترقی رو هم درست طی بکنه و درست توسعه پیدا بکنه، کوچینگ به کارت میاد. اگه مدیر کسب و کاری و دوست داری کسب و کار توسعه پیدا کنه، باز اون باورهای محدود کننده پرسنلت که نمیذاره رشد بکنن رو در واقع بتونی برطرف کنی، باز کوچینگ به کارت میاد. پس کوچینگ برای افرادی مناسبه که جدای از رشد و توسعه خودشون که یک دغدغه دائمی برای همه ما هست، براشون مهمه که تو جامعه‌ای که زندگی میکنن هم آدم مؤثری باشن، کمک کنن اطرافیانشون هم رشد درست رو تجربه بکنن. اگر این احساس رو داری، کوچینگ به درد تو میخوره. آیا برای اینکه به عنوان دانشجوی کوچینگ بپذیریم فیلترهایی داریم؟ بله، مسلما افرادی که اختلال دارن شاید نتونن توی کوچینگ موفق بشن،
خیلی وقتا آدم هایی که پتانسیل همدلی ندارن یا اصلا قصدشون کمک به دیگران نیست، این افراد بهتره که برن تو حوزه‌های تخصصی خودشون کار بکنن. و جدای از اون، این که چرا کوچینگ رو انتخاب کردن، آیا با اون چشماندازی که تو کل زندگیشون دارن، با اون ارزش هایی که دارن و اهداف بلند مدت زندگیشون همخونی داره یا نه، از جاهایی که ما تو جلسات اول کلاس هامون کمک میکنیم اگه واقعا تو مسیرش نیست کوچینگ، اون فرد انتخاب درست بکنه و کوچینگ رو ادامه نده. حالا سوال دیگه ای که خیلی از دوستان از ما میپرسن، کجا بریم کوچینگ رو آموزش ببینیم؟ خب ما استانداردهای فنی حرفه‌ای رو درست کردیم، دانشگاه ها دارن کوچینگ ارائه میدن، خیلی از مؤسسات هم دارن کوچینگ ارائه میدن، خیلی از مؤسسات تحت لایسنس ICI NLP و کوچینگ رو میبرن جلو، خیلی از مؤسسات تحت لایسنس ICF دارن کوچینگ رو میبرن جلو، آکادمیایی هم هستن که از EMCC AC مجوز دارن و دست خیلی زیاده. من از کجا بدونم جای درستی که برم کوچینگ رو انتخاب کنم کجاست؟ ببینید، اعتبار مدرکی که میگیرم خیلی مهمه. آیا فقط میخوام تو ایران کار کنم یا فضای بین المللی رو هم مد نظر دارم؟ اگر دنبال کار تو فضای بین المللی هستی، مدرسه های ICFE اعتبار بیشتری دارن. این اعتبار از کجا میاد؟ تعداد اعضای هر فدراسیون. ICF بالای 80,000 عضو داره، EMCC تازه 10,000 عضو رد کرده، AC تازه 5-6 هزار تا عضو داره. خیلی از مدارکی که شما تو ایران میگیرید، مؤسساتی که فقط یه مدرک شرکت در دوره میدن، قابل ارائه نیستن. اما مؤسسات ICFE مدرکی که بهت میدن تو میتونی بری امتحان بدی و مدرک ACC، PCC و MCC رو از خود ICF دریافت کنی. با توجه به اینکه در تمام کشورهای دنیا چپتر داره ICF و جایی داره که میتونه حمایت بکنه، این مدرک معتبره. بماند که از شانس بد ما به واسطه تحریم ها یه 2-3 سالی هستش که چپتر ایران در ICF جمع شده، ولی همچنان در فضای بین المللی این مدارکی که تو در واقع از مدارک ICF میگیری اعتبار ویژه‌ای دارن. پس اولین نکته‌ای که هست، اگه دوست داری از جای معتبرتری مدرک بگیری، مدارس ICF رو انتخاب کن. حالا از بین مدارس ICF ما تو LC گروپ هم به شما مدارک رسمی رو اعطا میکنیم. آیا ما تمایز خاصی نسبت به سایر مدارس داریم؟ ما زمانی که داشتیم اون جایگاهمون در بازار رو انتخاب میکردیم، یه جایی رو دیدیم که خیلی ناقصه و هیچ کس اونجا نیست. اونم جاییه که کوچینگ رو به صورت یک تخصص و در بالاترین نقطه علمیش کار بکنن. اگر آدمی هستی که دوست نداری موارد رو سطحی یاد بگیری، دوست داری هر چی که یاد میگیری کاملا عمیق با رفرنس باشه و دوست داری اون چیزی که یاد میگیری رو با تمرین زیاد به عمل تبدیل بکنی، ILC گروپ میتونه بهترین انتخاب تو باشه. ما بیش از 30 کتاب ترجمه کردیم. ما کتاب‌های روز کوچینگ رو مطالعه می‌کنیم و اونی که ارزش ترجمه داره رو ترجمه می‌کنیم و مطالب به روز رو تو جزوه هامون میاریم. کسایی که تو آکادمی ILC گروپ شرکت کردن میدونن هر دوره جزوات ما داره آپدیت میشه. یه امکان باحال دیگه هم داریم، هر دوره‌ای که ثبت نام می‌کنی، مادامی که این دوره در حال برگزاری هست، میتونی به رایگان تو شرکت بکنی و دائما خودتو به روز بکنی. جدای از این که دانشپذیران نخبه‌مون، دانشپذیرانی که واقعا هدفشون کار کردن تو فضای کوچینگ هست رو تو پروژه هامون هم همراهی میکنیم. ما تو LC گروپ علاوه بر این که درس ها رو بهت به صورت کاملا حرفه‌ای با جزوه به صورت 2 زبانه ارائه میدیم، تمرین بسیار زیادی هم داریم. عملا نصف دوره رو با تمرین های زیادی که باهات انجام میدیم سعی میکنیم
اون دانش رو به عمل تبدیل بکنی. جدا از این که ما نماینده مدرسه خاصی نیستیم، ما مستقیم تو ICF ثبتیم برای هم سطح 1، هم سطح 2 و هم سطح 3. در واقع مدارک مجزای قابل استعلام در ICF داریم که تک تک اینها رو من لینکاشو بعد توی سایت و توی در واقع اینستاگرام قرار میدم که بتونید استعلام بکنید. مدرسین و مربیان ما همشون مدارک بین‌المللی رو دارن. جدا از این که علاوه بر این که تو سطح 1 و 2 کوچینگ درست و در سطح حرفه‌ای رو یاد میگیری، دوره‌های تخصصی لیدرشپ کوچینگ، بیزینس کوچینگ و کوچینگ سازمانی رو داریم که بهت کمک میکنه بتونی از کوچینگ هم درآمد کسب کنی. و اگر بخواید توی کوچینگ مستر بشی، تنها آکادمی در سطح جهان هستیم که بیش از 20 رویکرد تخصصی روانشناسی کوچینگ تو سطح 3 یاد میدیم. علاوه بر تفاوت‌های کوچینگ در سطح 1 و 2 و 3، منتور کوچینگ و سوپرویژن کوچینگ 20 رویکرد هم یاد میگیری. پس اگر آدمی هستی که دنبال عمق هستی، کسی هستی که واقعا کوچینگ رو مثل فضای دانشگاهی به دنبال این هستی که کامل درست اصولی یاد بگیری، تنها انتخاب تو ایران IELTS گروپ هستش. ما هر آنچه که درس میدیم رفرنس داره. تمام استانداردهای روز و مقالاتی که تو ICF هست تو IELTS گروپ داره ترجمه میشه، به روز میشه و جزواتمون دائما داره آپدیت میشه. این اون جاییه که افراد متخصص، آدمایی که دوست دارن چیز عمیق یاد بگیرن، عاشق اینن که اونجا حضور داشته باشن. ما نه تنها ریشه های روانشناسی در کوچینگ رو یاد میدیم، یه جاهایی حتی ریشه های فلسفی همون مکاتب روانشناسی رو هم آنالیز میکنیم، تا این عمق مسائل رو بررسی میکنیم. و آنچه که یاد میدیم بیان تجربیاتمون هم هست. ما فقط دانش رو نمیاریم سر کلاسامون، ما هر آنچه که در فضای واقعی، در پروژه هامون، در کوچینگ های فردیمون تجربه کردیم، برای که دانش پذیرانمون تجربیات شکست ما، تجربیات در واقع از اشتباهاتمون رو تکرار نکنن، اونها رو هم باهاتون به اشتراک میذاریم و موفقیت هامون هم بهت میگیم که اون مسیر رشدت سریعتر بشه. اینها دلایلیه که تو میتونی باهاش IELTS گروپ رو انتخاب کنی. تنها آکادمی هستیم که جزواتمون 2 زبانه است. کلمات تخصصی هر درس رو تو LMS میتونی داشته باشی، ببینی و اگر دوست داری تو فضای بین‌المللی کار کنی، با خوندن اون کلمات و اون هیته میتونی مسیرتو پیدا بکنی. تازه تنها آکادمی هستیم که اونجایی که همه میگفتن تو توی ایران نمیتونی آزمون بدی و فضای آزمون دیگه برای ایرانی ها مسدوده، تلاش کردیم 2 مرکز آزمون در تهران با مدیرانش صحبت کردیم، برای کوچینگ آماده کردیم، دوره های آمادگی آزمون میذاریم که بتونی بری مدارک بین‌المللیت رو هم دریافت بکنی. الان کاری کردیم که نه تنها دانشپذیران خودمون، دانشپذیران تمام دانش آکادمی های ICFی میتونن برن مدارک بین‌المللیشون رو در تهران دریافت بکنن. توی فضای کوچینگ فقط به دنبال این که آکادمی خودمون رونق داشته باشه نبودیم. ما یک رسانه رو انداختیم، هم داریم پادکست ارائه میدیم، هم ویدیو ارائه میدیم، هر هفته تحلیل فیلم داریم، هر هفته گروه ادبی داریم. آنچه که از فرهنگمون، کشورمون، ادبیاتمون، شعرهامون در کوچینگ کاربرد داره رو در واقع تمرین میکنیم. کتابخوانی داریم، کتاب‌هایی که ترجمه کردیم رو باهاتون میخونیم. هر هفته منتورینگ و کوچینگ و سوپرویژن زنده داریم در دوشنبه‌های الهام بخش و حتی دانش آموخته‌های کوچینگمون رو در سه‌شنبه‌های محبوب داریم معرفی میکنیم. فضایی برای دیده شدن تو توی جامعه کوچینگ. و این اتفاقاتیه که مدرسه IELTS گروپ رو همونطوری که اسمش هست، گروه کوچینگ و لیدرشپ الهام بخش ترین مدرسه کوچینگ ایران کرده. آدم هایی که توش میان برای مدرک نمیان،
نگاه ما اینه، ما با سوادترین، قدرتمندترین و توانمندترین کوچ‌های ایران رو تربیت میکنیم و نگاهمون فقط بازار ایران هم نیست، مطمئناً به زودی در فضای بین الملل هم با همین استاندارد مسیرمون رو ادامه میدیم. حالا بیایم مراحلی که توی سطوح مختلف کنار آیلتس گروپ طی می‌کنید رو با هم بررسی کنیم. تو سطح 1 چه اتفاقی میفته؟ خب شروع ماجرا اینه که کوچینگ چیه، چی نیست، تاریخچه کوچینگ در واقع چیه، فرقش با مداخلات شبیهش مثل تسهیلگری، مشاوره، در واقع منتورینگ، روانشناسی و تراپی، تفاوت‌های معنادار اینها کجاست و کوچینگ رو دقیقاً بتونیم تشخیص بدیم چی هست چی نیست. بعد از اینکه تعریف کوچینگ رو فهمیدیم، قبل از اینکه وارد تکنیک‌ها و مهارت‌ها بشیم، روی المان‌های کوچ بودن، بیینگ خود کوچ کار می‌کنیم. در واقع ذهنیت کوچینگی چیه؟ ذهنیت رشد چیه؟ هوش هیجانی که کوچ لازم داره داشته باشه رو کار می‌کنیم. بحث ذهنیت رشد رو گفتم. بعد از اینکه ذهنیت‌ها رو کار کردیم و هوش هیجانی رو کار کردیم، رو مفاهیم پایه‌ای مثل حضور، همدلی، مایندفولنس وای میستیم تا اون بیینگ کوچ رو در بیاریم. بعد از اینکه کوچ بودن رو خوندیم، اصول اخلاقی کوچ بودن رو هم با هم میخونیم که بدونیم قبل از شروع کوچینگ چه چیزهایی رو باید در مورد اخلاقیات کوچ رعایت بکنیم و بعد مسیر تکنیک ها شروع میشه. حالا تکنیک های مثل پرسشگری قدرتمند، گوش شنوا، بازخورد، رول پلی، اسکیلینگ و مقیاس گذاری و در کنار اینها در واقع اون فضای رابطه کوچینگی و تغییر دیدگاه، تجسم هدف، تا اینجا تکنیک های پایه رو یاد میگیریم. بعد میایم روی این که خب حالا این تکنیک ها رو یاد گرفتم، چجوری یک جلسه کوچینگی رو بتونم درست برقرار کنم، که میایم روی هدف گذاری، مدل کوچینگ رو، مدل کوچینگ اسکار وای میستیم. و بعد خب حالا که من جلسه کوچینگ رو یاد گرفتم اجرا کنم، آیا قرارداد بستن در کوچینگ شیوه خاصی داره؟ جلسه آشنایی و شیوه صحیح قانونی بر اساس قوانین کشورمون قرارداد نویسی در کوچینگ رو بهتون یاد میدیم. توی سطح 1 توی نقطه که میرسی تقریبا یاد میگیری به عنوان یک کوچ چگونه کنار یک فرد یا سازمان وایسی و کمک کنی اون فرد به آنچه که میخواهد برسه. و بعد یک دور برای اینکه این فضای کوچینگ رو درست تجربه کنیم، صلاحیت‌های کوچینگ رو با هم میخونیم و مسیری که تا اینجا یاد گرفتیم رو بر اساس صلاحیت‌ها مرور میکنیم. خب اگر شما تو این نقطه دوست داشته باشی مدرک سطح 1 رو مستقیم دریافت کنی، 7 ساعت منتورینگ گروهی داری، 3 ساعت منتورینگ فردی داری، یک آزمون باید بدی که اگر اون آزمون رو قبول بشی و وایست مورد تایید بشه، میتونی مدرک سطح 1 رو دریافت بکنی. در کنار درس هایی که میدیم و تمرین هایی که سر کلاس انجام میدی، توی دوره سطح 1 هم باید با 3 تا از هم دوره‌ای هات کوچینگ هم سطح انجام بدی، یه تایم هایی مراجع بشی که دردهای یک مراجع رو زمانی که کوچ داره درک بکنی، بدونی مراجع بودن چه شکلیه، یه تایم های کوچ باشی، کوچینگ رو تمرین کنی و تو فضای سطح 1 بهت کمک میکنیم که در طی دوره
اون پکیجی که واقعا در پایان دوره بتونی یک جلسه کوچینگ درست رو طبق استاندارد سطح 1 جلو ببری انجام بدی. حالا اینجا میتونی مسیر رو دیگه به اتمام برسونی، با همین سطح 1 بری انشالله آزمونتو بدی، مدرک ACC دریافت کنی، یا ممکنه بگی که اوکی حالا که ICF این فضا رو برام باز گذاشته که مستقیم برم PCC بگیرم، سطح 2 رو شروع بکنی. تو سطح 2 قراره چی کار کنیم؟ تو سطح 2 ما میایم اون صلاحیت هایی که خوندی رو به صورت خیلی عمیق، اینکه روی هر صلاحیت چه مهارت هایی باید داشته باشی، چه چیزهایی رو باید رعایت بکنی، یعنی از صلاحیت 1 و 2 گرفته تا صلاحیت 3 برقراری ارتباط، چه در واقع اون قرارداد و تفاهم‌های کوچینگ، صلاحیت 4 برقراری ارتباط کوچینگی، صلاحیت 5 حفظ حضور، صلاحیت 6 در واقع اون گوش دادن در واقع درست، صلاحیت 7 به آگاهی رسیدن و برانگیختن آگاهی مراجع، و صلاحیت 8 که در واقع تسهیل یادگیری مراجع است به صورت کامل طی مراحل با جزئیات که تو هر مرحله چه چیزهایی رو باید رعایت بکنی، چه چیزهایی رو باید رعایت در واقع بدونی و تو چه مسیری باید به اون فرد کمک بکنی رو بهت کمک میکنیم یاد بگیریم. بعد از اینکه این مسیر طی شد، حالا توی ادامه مسیر چند تا چیز مهم به وجود میاد. من چطوری رو باورهای مراجعم کار بکنم؟ آیا متافورها و آن چیزی که مراجع میگه مهمه و بعدش گوش بدم؟ چجوری در واقع متافورها رو بشنوم و الگوی زبان پاک که کمک میکنه از این متافورها بهترین استفاده رو ببرم چگونه از این استفاده بکنم؟ ابزارهای کوچینگ مثل هرم دیلتس و پنجره جوهری رو در واقع آموزش میبینی. مشکلاتی که در جلسه کوچینگ ممکنه باهاش مواجه بشی رو در واقع یاد میگیری. تبانی جلسه در واقع قطع ارتباط با مراجع است و گیر کردن تو چرخه کارپمن به عنوان کوچ گاهی اوقات ممکنه تو فضای ناجی، تو فضای آزارگر یا تو فضای قربانی، و تک تک این موارد رو کار میکنیم. روی بحث اعتماد به نفس مراجع کار میکنی و با این پکیج در واقع سطح 2 تو به پایان میرسه. حالا در اینجا یک انتخابت اینه که اوکی من کوچ حرفه‌ای شدم، میخوام برم سر کار. اینجا دوره جامع ما در واقع بهت کمک میکنه، جایی که میایم به صورت تخصصی لیدرشپ کوچینگ رو یاد میدیم، کوچینگ رهبران اصیل، کوچینگ رهبران کاریزماتیک، کوچینگ رهبران تحولگرا و تراکنشی، کوچینگ رهبران خدمتگزار، کوچینگ رهبران استراتژیست، و بعد بیای کوچینگ سازمانی رو یاد بگیری، مفاهیم کوچینگ گروهی، تیم کوچینگ، کوچینگ سازمانی، الگوهای صحیح ارائه کوچینگ سازمانی در ایران، اینا رو یاد بگیری. یا بعد بیای تو حیطه بیزینس کوچینگ، در واقع خود بیزینس کوچینگ یاد بگیری، کوچینگ فروش، کوچینگ مارکتینگ، کوچینگ مالی، تو حوزه منابع انسانی، پرفورمنس کوچینگ، در واقع بعد کریر کوچینگ، یا تو فضاهایی مثل کوچینگ چابک، کوچینگ مدیر پروژه، کوچینگ و هوش مصنوعی، و یک دوره جامع حرفه‌ای ببینی که بتونی فضای کوچینگ تو کسب و کار ببری و تو کسب و کارها کوچ موفقی باشی، که اونجا دوره سطح 3 ما شروع میشه، جایی که تو در ابتدا تفاوت‌های کوچینگ در سطح 1، 2 و 3 رو به صورت کامل یاد میگیری. بعد میای منتور کوچ بودن رو به صورت صحیح طبق استانداردهای ICF یاد میگیری. بعد میای سوپرویژن یا ناظر کوچ بودن رو اصول یاد میگیری. و بعد میریم به عمق کوچینگ، جایی که تو روانشناسی کوچینگ رو یاد میگیری، 20 رویکرد روانشناسی کوچینگ،
و تو اون فضا تو از کوچینگ مراجع محور، کوچینگ و مصاحبه انگیزشی، کوچینگ و تحلیل رفتار متقابل، کوچینگ و خودتعیینگری، کوچینگ و روانشناسی مثبت‌گرا، کوچینگ متمرکز بر راه حل، بعد کوچینگ های رفتاری، کوچینگ شناختی رفتاری، کوچینگ رفتاری دیالکتیک، کوچینگ پذیرش و تعهد، کوچینگ ذهن آگاه، کوچینگ ذهن شفقت ورز، کوچینگ و طرحواره، کوچینگ روانپویشی، کوچینگ سیستماتیک، کوچینگ و علوم اعصاب، کوچینگ روایتی، کوچینگ گشتالت، کوچینگ اگزیستانسیال. تمام این رویکردها رو یاد میگیری. جدای از اون کوچینگ هنر و اکو کوچینگ رو هم یاد میگیری. هیچ کجای دنیا پکیج به این کاملی نداری که علاوه بر این که این موارد رو بهت معرفی میکنیم، روشون تمرین میکنیم و اگر دوست داشته باشی روی هر کدوم از این رویکردها مسلط بشی، تو دوره های مجزا برات کاور میکنیم. برای هر کدوم چند کتاب ترجمه کردیم، عمیق شدیم و تو این فضا فکر نمی کنم هیچ آکادمی در سطح جهان به این شکل عمیق روی مستر کوچاش کار بکنه. چون هدف ما تربیت مستر کوچ نیست. ما با سوادترین و قدرتمندترین کوچای ایران رو میخوایم. این اون مسیریه که کنار ما تو آکادمی آیلتس گروپ طی میکنیم. من همه رو با جزئیات گفتم که بدونی اینجا در واقع جاییه که بسیار تخصصی داره روی کوچینگ کار میشه. کتاب‌های روز کوچینگ ترجمه میشه، تألیف میشه و حتی برای صنف‌های مختلف تجربیاتمون رو به صورت کیس استادی، به صورت در واقع آنچه که واقعا رخ داده داریم کتاب میکنیم. به زودی کتاب هامون تو حوزه زیبایی، کتاب هامون تو حوزه پوشاک و کتاب هامون تو حوزه کار با فولاد، کار با پتروشیمی، کار در حوزه ساختمان هم بیرون میاد که اونجا میتونی از این فضا در راستای رشد بهتر خودت استفاده بکنی. خب من تا اینجا تمام موارد رو گفتم. اگر سوالی داری الان من و تیمم کنار شماییم که به سوالاتتون پاسخ بدیم. حالا دوستان میخوان سوالشون رو بپرسن. من یه تاریخچه از مسیری هم که تو کوچینگ اومدیم در واقع بهتون بگم. ما سال 99 بود، آذر 99 بود که شروع کردیم به در واقع اولین دوره رو آموزش دادن. همونطور که میدونید ICF شیوه ثبت مدرسهش به این گونه است که اول باید یک دوره رو برگزار کنی، وایس یکی دو نفر از خروجی ها تو براش بفرستی، دوره حداقل باید 6 نفر باشه، حداقل باید 6 ماه طول بکشه و بر اساس اینکه دانشپذیران تو تونستن اون استانداردهای ICF رو پاس بکنن به تو مجوز میده. خب ما این مسیر رو شروع کردیم. من همزمان هم مدرسه خودم هم مدرسه IBC رو دست گرفتم و توی مرداد ماه فکر میکنم مدرسه خودم مجوز گرفت و شهریور ماه بود که IBC مجوز گرفت و اولین کسی تو ایران بودم که 2 مدرسه رو مستقیم در ICF ثبت کرد. مسیر رو اومدیم بیش از 10 کد که از مسیر سطح یکمون گذشته بود و تونستیم سطح 1 و 2 رو کاملا آموزش بدیم و اون اتفاقاتی که میخواستیم رو رقم بزنیم. سطح 3 رو تو ICF ثبت کردم که فکر میکنم شهریور امسال بود که مجوزش اومد و بعد دیدیم خیلی از دوستان ما هستن که دوست دارن همون سطح 1 رو هم مجوز بگیرن. این بود که سطح 1 رو هم از اون سطح 1 و 2 جدا کردیم و برای سطح 1 هم مجوز رسمی از ICF گرفتیم. الان که داریم صحبت میکنیم در حال تدارک گرفتن اون مدرک ACTC یا Accredited Team Coaching هستیم. Accredited Certified Team Coaching که
به زودی مدارک تیم کوچینگ رو هم طبق استاندارد ICF بهتون ارائه بکنیم. این مسیری که در فضای آکادمی کوچینگ آیلتس گروپ رفت، تیم رسانه‌اش رو شکل داده و الان بزرگترین تیم اجرای کوچینگ در کشور رو هم با بیش از 100 کوچ داره. تو 10 مرکز استان نماینده داریم و داریم تلاش میکنیم کوچینگ درست رو، چه بیزینس کوچینگ درست، چه لیدرشپ کوچینگ درست و چه کوچینگ سازمانی درست رو توی کشور جا بندازیم و کمک کنیم این دید منفی که برای کوچینگ به وجود اومده رو در واقع بشکنیم و عملاً کوچینگ صحیح رو در جامعهمون ترویج بدیم. دوستان پرسیدن که اگه بخوایم یه کوچ بشیم نیازه که مدرک تحصیلی داشته باشیم یا اسم دیپلم؟ خب شما برای کوچ شدن حتی میتونید نوجوان هم باشید که به این فضای کوچینگ رو یاد بگیرید، اما یه نکته خیلی مهمه، مخاطب هدفمون. من مثلا خیلی ها هستن خیلی جوونن میخوان بیان کار کوچینگ رو یاد بگیرن، میگم ببین الان برای خودت خیلی مهمه، مفیده، اما خیلی وقتها مخاطب شاید نپذیره که جوون 20 ساله بیاد بشینه براش کار کوچینگ انجام بده. توی مدرک هم همینطور، یعنی خیلی از کوچ‌های ما الان دیپلمن و هیچ مشکلی هم وجود نداره و دارن کار میکنن، ولی تو سازمان خیلی وقتها اگر ببینن مدرک تحصیلی دیپلمه شاید بهت کار ندن. اگر در واقع ما یه ذره رو مدارک تحصیلی اینها ممکنه سختگیر باشیم، برای اینه که تجربهمون تو بازار میگه سازمان ها، بیزینس ها خیلی براشون مهمه اون کوچی که میاد باشون کار میکنه چه مدرکی داره، وگرنه از نگاه خود کوچینگ مدرک تحصیلی خیلی معیاری نیست، ولی مخاطب هدفت و اون نیچی که انتخاب میکنی ممکنه به مدارک تحصیلی نیاز داشته باشه. من حتی با لیسانس خودم توی خیلی از دانشگاه‌ها به مشکل میخورم چون فوق لیسانس و دکترا میخوان. پس میخوام بگم مخاطب هدفه که اینجا خیلی مهمه و تعیین کننده مدرک تحصیلیه. عزیزی خب برای اینکه در واقع دوره های ما رو شرکت بکنید میتونید در واقع توی سایت پیام بذارید یا تو پیج اینستاگرام هم به ما دایرکت بدید